سلام، من دنی هستم، بچه آلمان. امیدوارم حالتون خوب باشه. منم آرش هستم. خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای ما. امروز یه ویدیو متفاوت داریم. این ویدیو در مورد خودمون و قرار داستان زندگی خودمون و سختی ازدواج با یه نفر از یه فرهنگ و یه کشور متفاوت رو باهاتون به اشتراک بذاریم و بهتون توضیح بدیم. و در نهایت هم به چند تا از بیشترین سوالایی که تو این چند سال ازمون شده پاسخ بدیم، مثل اینکه از کجا پول در میارید، کارتون چیه که هم میتونید کار کنید، هم سفر کنید و چجوری با هم آشنا شدید و از این قبیل سوالا. امیدوارم تا آخر ویدیو با ما باشید و لذت ببرید و همچنین انگیزه بگیرید برای شروع سفراتون. اول با این شروع کنیم که کجا و چطوری هم دیگه رو دیدیم. من قبلا تو آلمان برای یه شرکت نگهداری از پناهنده ها کار کردم و اون موقع خیلی پناهنده از افغانستان داشتیم که قبلا هم تو ایران زندگی میکردن و خیلی یا همه بهم همیشه میگفتن که حتما یه بار تو زندگیم باید ایران از نزدیک رو ببینم. و سال 2019 رفتم ایران، برای 3 ماه موندم، سفر کردم و هفته آخر سفرم آرش رو دیدم تو شیراز تو پارک آزادی. آره، همدیگه رو دیدیم و 1 ساعت با هم حرف نزدیم. من با دوچرخه بودم و فقط همینجوری بالا و پایین میرفتم و نگاهش میکردم که در نهایت یکی از دوستاش بهم گفت که چرا با دوست من حرف نمیزنی؟ دیگه اونجا بود من وایسادم و گفتم سلام. به حال با هم اوکی شدیم و فقط هم یه هفته وقت داشتیم که با هم باشیم، چون این هفته آخر سفرم بود و من باید برمیگشتم آلمان. آره، قرار اولمون با گوگل ترنسلیت گذاشت چون فارسی در این موقع خیلی ضعیف بود، ولی انگلیسی من عالی بود، درجه 1. یعنی واقعا هیچی بلد نبودم، حتی یک کلمه. قرار دومم که بردمش پیش خانواده‌ام و دنی هنگ کرد اون لحظه که وات، قرار دوم پیش خانواده، خیلی تعجب کرده بود، براش عجیب بود. و قرار سومونم اگر که راضی بود می‌بردمش دفترخونه ازدواج می‌کردیم، ولی پایین نبود اون موقع. یا بعد از یه هفته برگشتم خونه به خاطر کریسمس و قرار بود 2 ماه بعدش برگردم ایران. منم به همین امید نشسته بودم که 2 ماه دیگه برگرده ایران که از شانس خوب من کرونا اومد و همه جا لاکداون شد. بله، و 8 ماه نتونست بیاد. آره، ولی آخر اومدم و دوباره برای فکرم 4 ماه موندم، با هم سفر کردیم، ولی بعد از 4 ماه دوباره مجبور بودم برای کریسمس برگردم آلمان. یعنی اینقدر که کریسمس به من ضربه زده به هیچ کس ضربه نزده. دوباره برگشت آلمان و حدس بزنید الان چقدر دوباره من منتظر موندم. 12 ماه. برای 12 ماه نتونست ویزا بگیره. هر نوع ویزایی که فکر کنید ما امتحان کردیم، دانشجویی، پزشکی، توریستی، هر تایپ ویزایی بود ما امتحان کردیم و ویزا نگرفت. که در نهایت من مجبور شدم نامه بنویسم به امور وزارت خارجه و بگم که نامزدمه، میخواد بیاد با هم ازدواج کنیم، که موقع راضی شدم و بهش ویزا دادم و اومد دوباره. آره، بعدش بهم ویزا دادن و دوباره اومدم برای 4 ماه، دوباره سفر کردیم. بعدش تصمیم گرفتیم که از ایران بریم و شروع کردیم با سفرمون و رفتیم بالی برای 6 ماه. بعد از 6 ماه تو بالی رفتیم گرجستان. بعد از گرجستان اومدیم فتیه. بعد از 6 ماه تو فتیه دوباره تصمیم گرفتیم برگردیم بالی برای دوباره 6 ماه. و بعد از این 6 ماه حدس بزنید که بعدش کجا رفتیم؟ دوباره برگشتیم فتیه. آره، دوباره برگشتیم فتیه که الان هم هستیم. و این بود تقریبا کل داستان زندگی آشنامون. آره، تقریبا یک کتاب فقط از وسط پاک کردم که خیلی خلاصه بشه. خلاصه بود. الان قرار در مورد سختی‌های رابطه صحبت کنیم، چون خیلی در این مورد سوال داشتن که چه سختی‌هایی داره، چه چالنجایی داره رابطه با یه نفر از یک کشور و یه فرهنگ متفاوت. اول از همه در مورد نظر دوستام و آشنامون و خانواده‌ام، خیلی از دوستان وقتی فهمیدم من با یه پسر ایرانی دوست شدم گفتن که خیلی مواظب باشی، ایرانی فقط دنبال پاسپورت هستن. دقیقاً دوستای من همین فکر رو می‌کردن، میگفتن مواظب باش، دنی فقط دنبال پاسپورت ایرانیه. و خانواده‌ام فقط ایران و اون چیزی میدونست که تو اخبارهای اروپا نشون میده و اصلا یا هیچ چیزی در مورد مردم مهربونش و این چیزا اصلا نمیدونست. فرهنگ و مردم. و به خاطر همین فقط نگران بودم. در مورد منم همین صدق میکنه در واقع. شوخی میکنم. خانواده من که از همون روز دوم که دنیل دیدن باهاش 100% اوکی بودن، اینقدر عاشق شدم. بیشتر از خودم شاید. نه، هیچ کس بیشتر از من عاشق نیست.
و دوستام هم که فقط میگفتن آرش جون تو یه دونه واسه ما پیدا کن، مثلا انگار من دفتر ثبت ازدواج دارم تو آلمان. بعدم که من از پامو از ایران گذاشتم بیرون، خانواده دنی خیلی سریع شوتی اومدن منو ببینن. یعنی مامانش اومد بالی، باباش اومد ترکیه، هر دوشون منو دیدن. اگه تعریف از خودم نباشه خیلی هم دوستم دارن. واقعا مثل اینکه واقعا من شوخی کردم ولی مثل اینکه واقعا دوستم دارن. یکی از چیزایی که خیلی اتفاق میفته اینه که اگه شما مثلا یه زن ایرانی داشته باشید، یه جوک براش تعریف کنید، زنتون میخنده و روحیتون عوض میشه قاعدتا. ولی این برای من صدق نمیکنه. وقتی یه جوک تعریف میکنم، دنی اولش میگه ها و بعدش با کلی تغییر توی جوک و کلا عوض کردن کل جمله منظورمو بهش میفهمونم، آخرش هم میگه آها خیلی بی‌مزه‌ای. و در نهایت خیلی‌ها از ازدواج با یه خارجی میترسن فقط سر این موضوع، سر اینکه تفکرشون با هم فرق داره یا فرهنگشون متفاوته، همه این چیزا اینجوری. و اصلا من الان که دارم در مورد صحبت میکنم نمیدونم تفاوت فرهنگی چی میشه. میدونید که اصلا یعنی چرا اینقدر باید بزرگ باشه یه چیزی که بخواد جلوی رابطتون رو بگیره؟ اینم یه چیزی مثل تفاوت فرهنگی. یا ولی حتی اگه بعضی وقت حس میکنین فرهنگمونی که متفاوت هست، این معمولا یه چیزی خوب و بامزه هست که حتی فکر میکنین ما از هم دیگه خیلی زیاد یاد میگیریم و اینجوری میتونیم تیم بهتری باشیم. 100%. یا مشکل زبان. اگه پارتنرتون یه آدم زرنگ باشه مثل دنی، راحت فارسی یاد میگیره، با هم کلا فارسی صحبت میکنیم مثل ما الان 5 سال با هم فارسی صحبت میکنیم. ولی بدیش اینه که انگلیسی من از روز اول به درد نخورتر شده. آره. نه ولی این هنوز یه چالش بزرگیه برام که وقتی مثلا بحث میکنیم و من بعضی وقت نمیتونم این چیزی که تو فکرم هست درست بهت بفهمونم و بعضی وقت عصبانی میشم. آره عصبانی زیاد میشه چون نمیتونه بگه چی زیاد که همینا عصبانی شد. یکی از بزرگترین چالش‌هایی که ما باهاش روبرو شدیم ثبت ازدواج و کارهای اداری ثبت ازدواج. ثبت ازدواج بین‌المللی یکم چالش‌های خاص خودش رو داره. ما هر جا بودیم تحقیق کردیم و سوال پرسیدیم. توی ایران که یه سری قوانین خاص هست که ترجیح دادم انجام ندم اونجا. تو آلمانم 100 نوع مدرک لازم داری که اینقدر سختش میکنن که بیخیالش میشی. کلا دیگه ازدواج نمی‌کنی تو آلمان. بعد تو بالی هم خیلی پرسیدیم. تو بالی بین دو تا دین مختلف ازدواج صورت نمیگیره، یا مسلمان با مسلمان، مسیحی با مسیحی، هندو با هندو. باید دین دو نفر یکسان باشه. و ترکیه هم زیاد مدرک میخواست و هم نیاز PR شانس دارید که یکم پروفیوز هستن و خیلی پول ازت میگیرن. چیزی که بیشتر از این فارسی یاد نگیر. 1500 یورو تا شاید 2500 یورو بیشتر حتی بعضیا میگیرن. و ما کجا ازدواجمون رو ثبت کردیم؟ ما گرجستان ثبت کردیم. ولی این چون که یه موضوع خیلی بزرگیه، کلا توی یه ویدیو در آینده براش درست می‌کنیم. بعد تو اون ویدیو توضیح میدم که چیکار کردیم، کجا رفتیم، چقدر هزینه شد. کلا از ثبت ازدواج تا صدور ویزای آلمان هم که هنوز منتظرش هم نیومده براتون میذاریم که شاید یه روز به درد یه نفر بخوره. امیدواریم. و بعدش چالش عروسی گرفتن که کجا بگیریم. ما خیلی در مورد این فکر کردیم که کجا بگیریم که مهمون‌های هر دوتامون میتونستن بیان. و ما تو فتی عروسی گرفتیم که همه راحت باشن. البته هم خیلی لوکیشن خوبیه. واقعا برای عروسی گرفتن رویایی و خیلی خوشگله. ولی خب مهمونای من تا دسته خسیس بازی در آوردن و خیلیاشون نیومدن. از همینجا و در نهایت در مورد کار و پول در آوردن. تا این لحظه‌ای که ما داریم این ویدیو رو میگیریم هیچ جای خاصی زندگی نمی‌کنیم. آره هر چه خوشمون بیاد کنگر می‌خوریم، لنگر میندازیم. دقیقاً هر چه خوشمون بیاد کنگر می‌خوریم، لنگر میندازیم. و خیلی میپرسن خب چه جوریه که هیچ جا زندگی نمی‌کنید و پول در میارید؟ چه جوری هم سفر می‌کنید هم کار می‌کنید؟ و باید بگم که منم خدای اینو نمیدونم، باید از ایشون بپرسید. من در واقع دو تا کار دارم. یکیش من ریکروتر آنلاین هستم، به عنوان فریلنسر برای یه شرکت آلمانی کار میکنم. آره در واقع آنلاین برای شرکتایی که کارمند نیاز دارن کارمند پیدا میکنن و ساعتی هم پول در نمیاره، کمیسیونی پول میگیره. آره این حدوداً روزی 3 ساعت وقت میخواد و بقیه روز آزادانه. نه در واقع یه کارم با هم انجام میدیم که با هم عکاسی میکنیم. آره کار دوم عکاسیه. ما عکاسی عروسی میکنیم. در واقع من بیشتر ویدیو میگیرم، دنی عکاسی میکنه.
و هر جا باشه چه قانونی چه غیر قانونی این کار انجام میدیم. و بیشتر مشتریامون هم توی اینستاگرام با تبلیغ گذاشتن و پست استوری گذاشتن، توی فیسبوکمون و توی وبسایتمون انجام میدیم و خیلی وقتا هم دوستا پیشنهاد میکنن به بقیه و اونا میان سراغ ما. و اینجوریه که مثلا الان اگه من بخوام 6 ماه دیگه برم بالی، از همین الان شروع میکنم پست استوری گذاشتن و تبلیغ گذاشتن توی اینستاگرام، فیسبوک یا وبسایتمون با پول که بتونم مشتری پیدا کنم برای 6 ماه آینده یا برای سال آینده که قراره برم آلمان. هنوز حتی من ویزامو ندارم ولی از همین الان دارم مشتری پیدا میکنم. و این مدت هم توی ترکیه کار کردیم، خدای خوب بوده، بد نبوده و اینجوری پول سفرمون رو در میاریم. هر چند توی بالی یکم ریسکی بود، بعضی جا کم ریسک داره، بعضی جا خیلی ریسکیه. ترکیه یکم اوکی، ریسکی نیست خیلی، ولی توی بالی خیلی ریسکیه. اگر که بفهمن تو داری بدون اجازه کار میکنی، حدود 33,000 یورو جریمت میکنن و اخراج میکنن از اندونزی کلا. ولی خب این ویزا هم جدیدن اومده که برای بیشتر برای کارهای هنرمندی مثل عکاسی، دیجی بودن، نقاشا و سالی بودن 4,000 یورو. دفعه بعد که بخوام برم بالی حتما از این ویزا استفاده میکنم که گیر نیفتیم. 100%. و اینکه ما فکر میکنیم که هر کس میتونه اینجوری سفر کنه و کار کنه. دقیقا. کافیه انگیزه و عشق این کارو داشته باشید و فقط انجامش بدید. آره دقیقاً راهتون پیدا میشه. حالا بجز این حرفا اگه یکم پسنداز و یکم کمک خانواده‌تون رو داشته باشید بد نیست. مثل دنی که از خانواده‌اش کمک میگیره، من نمیگیرم، فقط دنی کمک. مرسی که تا آخر نگاه کردید. امیدواریم که این ویدیو جالب بوده باشه براتون و به اندازه کافی ما رو شناخته باشید. حتما سابسکرایب کنید چون که در آینده ویدیوهای خیلی کاملتری از سفرامون میذاریم براتون و سیر تا پیاز همه چیزو به خصوص هزینه‌ها رو بهتون توضیح میدیم. و اگه سوال داشتید، هر چی سوال مهم نیست، ازمون بپرسید. امیدواریم که میتونیم کمک کنیم. امیدواریم بهتون کمک کنیم. مرسی که تماشا کردید. مرسی. تا ویدیو بعد. بای. خداحافظ.